خواستن از ایران یه نفر خواسته بودن که در شرکت کنه، چون از تمام کشورها، لبنان، نمیدونم اسرائیل، برزیل، کوبا، همه جا خیلی میان، خواننده‌های خوبشون میان اینجا و قرعه به ما خورد و منم چون که برنامه راجب واقعا صلح و عشق و دوستی بود و اینا همه کشورها بودن، موقعیت خوبی بود که من بتونم این کار انجام بدم. از کسای خیلی معروف گرامی وینرز مثل جودی واتلی و کسای دیگه خیلی از کشور مختلف دارن میان اینجا انجام میدن. من واقعا خوشحال شدم که از من دعوت کردن و هدفشون خوبه، برای همین من اونجا خواهم بود و خوشحال میشم که دوستان رو ببینیم در اونجا اون شب 27 اکتبر صدر دی است.